حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکی و نیکوکاری نمیرسید مگر اینکه از اون چیزهایی که خیلی دوست دارید صدقه بدید و تقدیم خدا بکنید. بعضی از عزیزان وقتی میخوان زکات مالشون بدن، جنس هایی که تو انبار مونده، فروش نمیره، تاریخش گذشته، استوک شده، از کار افتاده، چه حساب میکنن این تن زکات به فقرا میدن. خودمون رو گول نزنیم. این داستان قابیل و هابیل، چند تا خوشه گندم پوسیده غیر مرغوب آورد تقدیم خدا کرد، خدا ازش نپذیرفت، نسبت به برادرش حسادت ورزید. حسادت اگر قلبی باشه تا زمانی که عملی نشده شاید نتیجه های بدی نده، هرچند که طرف خودخوری داره میکنه، ولی اگر که این حسادت به اوج رسید و طرف بی‌طاقت شد، اقدام به جنایت های بزرگ میکنه، از جمله قتل. اینجا دیگه چشم قابیل کور شد، پرده کشیده شد جلوش و به برادر تنیش گفت. اون موقع بگه جمعیت دنیا چند نفر بود؟ پدر و مادرش بود و هابیل و قابیل اگه یکی دو تا خواهر هم داشتن. تصمیم گرفت که برادرش رو به قتل برسونه و به قابیل گفت که میکشمت. گفت اگر تو دست دراز کردی که منو به قتل برسانید، من این کارو نمی کنم. منم میتونم بزنم، منم میتونم مقابله بکنم، ولی ترجیح میدم که مظلوم باشم و ظالم نباشم. دست رو برادرش بلند نکرد، ولی گفت بدون که به گناه من و گناه خودت همه رو باید حمل بکنید و تقبل بکنید. و شیطان اونو وسوسه کرد و حسادتش رو عملی کرد و برادرش رو به قتل رسوند. چون اولین قتل روی زمین بود پشیمان شد و نمیدونست چه کار بکنه با این جنازه برادرش. جنازه برادرش بعد از قتلش به دوش کشید، پریشان بود، سرگردان تو صحرا میرفت، نمیدونست با جنازه برادرش چه کار بکنه، تا اینکه خداوند دو تا کلاغ فرستاد در انظار چشمانش، در مقابل چشمان قابیل، همطور که برادرش رو هم کرده بود، با همدیگه جنگیدن. یکی از این کلاغا دومی رو کشت و بعد با منقارش چالی رو ایجاد کرد، بعد اینطوری کشید، اون کلاغ مقتول رو برد تو چاله و خاک روش ریخت. بعد قارون مثل این که بیدار بشه گفت یعنی من عاجزتر از این کلاغم که برادرم رو بتونم دفن بکنم؟ شیطان اینطوری با عقل انسان و دل انسان بازی میکنه. وقتی که تو رو توهی میکنه و سرمایه ها رو ازت میگیره و ایمان و عقیده و تقوا و خدا ترسی رو از تو میگیره، ولت میکنه تنهای تنها. خودش موند با جنازه برادرش، خدا رو از دست داد، برادرش هم از دست داد، پدر و مادرش هم ناراحت کرد و خودش تنها شد. برادری بود در زندگی کمکش بکنه، خودش تنها شد و اینطوری جنازه برادرش و جسمان برادرش رو دفن کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بعد از قابیل هر کسی در روی زمین قتلی مرتکب بشه، اول گناهش به حساب قابیل میره، چون تا قبل از قابیل کسی نمیفهمید که کشتن یعنی چی. این کشتن رو در جامعه چه نهادینه کرد و کشتن رو در جامعه مد کرد و این سنت بدو در جامعه چه پایه‌ریزی کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی یک راه و روش خوب، یک کار خوب، یک برنامه خوب یاد مردم بده، بنیانگذارش باشه، بانیش باشه، که مردم به این کار خوب تا قیام قیامت عمل بکنن، ثواب اول به حساب اون بانی و اون کسی این کار رو برنامه ریزی کرده، برای اولین بار اجرا کرده اون کار خوب که مردم قوی بشن و مردم خوب بشن و با برکت بشن. و هر کسی کار بدی هم انجام داد و رسم و رسوم بدی در جامعه پایه‌ریزی کرد، اول گناهش به حساب، حتی اگر خودش هم مرده باشه. علما میگن اگر گناه میکنی گناهی بکن که وقتی مردی گناهت هم بمیره. بعضی گناهان افراد مردن ولی گناهانشون هنوز زنده است.
اگر گناه هم میکنی گناهی بکن که وقتی مردی بمیره و تاوانش تا قیامت پس ندید. هر کسی مرتکب قتلی بشه تا آخر عمر دنیا اول گناهش به حساب قابیل ریخته میشه، بعد به خودش گناه میدن، عذاب میدن. اما آیه بعدی خداوند میفرمایند اگر نفس یک نفر و جان یک نفر بیگناهو که نه مرتکب قتلی شده نه فسادی در زمین انجام داده بگیرید، مثل این که کل بشریت رو جانشون گرفتید، و اگر یک نفر رو احیا بکنید مثل این که کل بشریت رو احیا کردید. ما چیزی به اسم اسلام خشونت نداریم. اسلام بریست، اسلام بریست از این خشونت هایی که به اسم اسلام و آدم کشی هایی که به اسم اسلام و کینه توزی هایی که به اسم دین و اسلام و تکفیر هایی که به اسم دین و اسلام کل مسلمان ها رو دارن تکفیر میکنن. پیامبر حتی در جهاد به فرماندهانش گفته که وقتی وارد منطقه‌ای میشید که اونها کفارن درختانشون رو آتش نزنید، چه درخت سایه‌دار چه ثمردار، خانه هاشون رو آتش نزنید، زنهای ضعیفه رو به قتل نرسونید. من این فیلم رو دیدم دیشب که چطوری بعضی زنها تو اون قسمت استقبال بود که مراجعه کنندگان میرفتن با نمایندگانشون ملاقات میکردن، چطوری میدویدن بعضی از زنها با چادرشون با حجابشون با دهان زیر صندلی و اسلحه رو سرشون گرفته بودن خالی میکردن. آدم این صحنه ها رو ببینه مشمئز میشه. یکی از چیزهایی که این همه قتل شیوع پیدا کرده این فیلم هایی است که نشون داده میشه. ما وقتی بچه بودیم از قبرستان که رد میشدیم طوری وحشت میکردیم که روی قبر رد نمیشدیم و حتی به ما میگفتن اگر اشاره به قبر بکنید باید این انگشت تو گاز بگیرید. بچه کوچک نمیرفت سر قبر نگاه تو قبر رو کنه. وقتی میگفتن یکی مرده همه وحشت میکردن. امروز وقتی اخبار میبینیم این همه جرائم قتل رو میبینیم در سوریه، در عراق، در یمن، در سومال، در پاکستان، در افغانستان، در همه دنیا جهان، خصوصا در جهان اسلام این همه مسلمان کشی توسط مسلمان. خداوند بندگانش رو به 3 دسته تقسیم کرده، گفته هر 3 تا بنده منن، و منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. درجه 1 و 2 و 3 گفته هر 3 تا بنده منن، هم اونی که سابق بالخیرات، هم اونی که مقتصده، هم اونی که چه ظالم لنفسه است. این که همه مسلمان ها و حکام و علمای مسلمان ها رو تکفیر کردن و کشتن و خونشون رو به هدر دادن و زنهای مسلمان رو به عنوان کنیز اسیر کردن و یسیر کردن و برده گرفتن و بعد فکر بکنن که به خدا دارن نزدیک میشن. اینها همه مرتدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مشرکی در میدان جنگ فرار کرده بود، یک صحابه با شمشیرش دنبالش تا رسید بهش، اینطوری افتاد، مسلمان شمشیرش گذاشت رو گردن اون کافر و مشرک، یک دفعه گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. اون صحابه گردنشو زد. بعد از اینکه شهادتین رو گفت، کافر بود، مشرک بود، بعد رفت پیش پیامبر تعریف کرد من یه مشرکی رو فرار کرد رفتم دنبالش تا اینکه گیر افتاد میخواستم بکشمش، از ترس کشتن و شمشیر من شهادتین گفت، ولی من کشتمش به خاطر ترس گفت. پیامبر خیلی ناراحت شد، گفت که اشققت عن قلبه، تو قلبشو شکافتی، تو زمانی کشتیش که این شهادتین رو نطق کرد، شهادتین رو به زبان آورد، تو دلشو شکافتی که تو دلش ببینی که از ترس شمشیر گفته. کشتیش در حالی که این 2 تا جمله رو گفت.
اگر مسلمانی چاقو و کارد و ابزار کشنده نشون مسلمانی بده ممنوعه، حتی به شوخی، حتی به شوخی ممنوعه کسی چاقو و کارد و خنجری نشون برادر مسلمانش بده و اونو بترسونه. حتی حیوان حلال گوش و پرنده های حلال گوش پیامبر گفته وقتی خدا اجازه داده اونو ذبح بکنید حتما با آرامش اونو ذبح بکنید، نترسونیدش. ما بچه بودیم، نمیدونم بزرگان یاد میدن، وقتی میخواستن مرغ یا خروس ذبح بکنن تو منطقه ما رسم بود که یه سیخی از درخت نخل میکندن میزدن تو زبان مرغ، تو منقارش قیفی قفل میکردن که زبان بر نگرده. من خودم با چشم خودم وقتی بچه بودم دیدم، یعنی زنده زنده قبل از اینکه کارت بذاره حلقوم مرغ یه سیخ نخلو میکن چه میزد تو زبانش. ما نمیفهمیدیم. خب الان تو ذهنم میاد که اینا چه کاری میکردن. پیامبر گفته اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اذا قتلتم فاحسنوا القتل و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته. حیوان راحت بذار، آروم، کارد تیز باشه، پشت کمرت باشه، جلو حیوان دیگر رو محکم به زمین نزن. اینا همه حس دارن، همه جان دارن. میازار مویدو که جان کش است و جانش جان دارد و جان شیرین خوش است. پس عزیزان ممنوع خشونت، ترسوندن مؤمنین تا چه برسه به قتل و کشتارشون و تکفیرشون. واقعا یک عمل جبان و کوری بود.